الله متعال از کسی که چیزی را میگیره عوضه الله خیرا منه، بهتر از اون نصیبش میگردن. مثال براتون میگم، خب ذهن نشین شوه. طفل در شکم مادر توسط ناف تغذیه میشه، خون خوراکش هست، همینطور است. این که تولد میشه گریان میکنه، چون از یک محل به محل دیگه انتقال شده و رزقش بالایش قطع شده، در حالی که رزق و روزیش خون هست که از طرف مادر تغذیه میشه، جزع و فضا میکنه. در حالی که الله متعال یک راهی که خون میخورد رو برش بسته کرد، دو راه شیر سفید و شفاف و زلال نصیبش میشه. یک راه بسته، دو راه باز. شیری که تا به حال دنیا نمیتونه که شیر رو بسازن که شیر مادر هست. یک دروازه بسته شد، دو دروازه باز. این دو دروازه حتی که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادرها باید به فرزندای خود 2 سال مکمل شیر بدن. ای که طفل جدا میشه از مادر خود، از شیر جدایش میکنه، چند شب و روز گریان داره، چون که 2 دروازه، این 2 راه که شیر از او استفاده میکرد او بسته شد. الله متعال راههای سبزیجات، مایعات، تمام چیزا رو برش باز کرد. نه تنها 4 راه بلکه بالاتر از او. این وقتی که وفات میشه، اگر انسان نیکبختی باشه، مردم در کنار و حولش جزع و فضا میکنه و گریان میکنه. 4 دروازه یا 5 دروازه برایش بسته شده، اما 8 دروازه بهشت برای باز هست. عوضه الله خیرا منه، الله متعال بهتر از رو برات نصیب میکنه. خب ما یک ذره ضعیف هستیم، ما لحظه نتیجه خیلی زود رس میخوایم. باید خیلی زود دعای ما قبول شود، باید خیلی زود ما ازدواج کنم، باید خیلی زود ما به یک جایگاه برسم، باید خیلی زود رفیق ما با ما آشتی بکنه، باید خیلی زود وضعیت خانواده ما تغییر بکنه، باید خیلی زود وضعیت جامعه به طرف فلاح و رستگاری و صلاح حرکت بکنه، به طرف هدایت حرکت کنه. خیلی زود امکان نداره. تمهیدی رو بخوان، صنف 12 رو بخوان، لیسانس رو بخوان، ماستری بخوان، بعد از دکتر، بعد در یک جایگاهی میرسی. در هیچ صورت امکان پذیر نیست. استیپ بای استیپ، درجه به درجه پیش رفت، تدریج. ابو طلحه یک جای سفر میره، برای خانم خود میگه که متوجه اهل و عیال باش. ابو طلحه صحابی رسول الله هست. بعد از ماها بر میگرده ابو طلحه طرف خانه. وقتی بر میگرده، خب اولا پدر خانم و همسر خود را که میبینه، یعنی همسر خود را، در قدم دوم باز پرسونه که اولادا کجا است، به اصطلاح ما و شما فرزندا کجا است. این وقت شام ابو طلحه به خانه داخل میشی، سوال نمیکنه که فرزندا کجا است، اما یک پسرک داشتیم، اما کجا است؟ این میگه او استراحت شده، در حالی که او طفل جان خود را از دست داده، مریض بود. ابو طلحه هم که حرکت کرد، این طفلش مریض بود، حتی گفت خانم خود که متوجه طفل باشه. صبر مادر در مقابل فرزند و این تو برخورد با شوهر از کمال ایمان میشه. وقتی حالت را میبینه، نان یعنی غذای شام را اینها صرف میکنن، بعد از اوی خانم از خوب به اصطلاح ما و شما خوب خود را آرایش میکنه برای شوهر. همین شب را با شوهر خود سپری میکنه، هم بسترم میشن. بعدش وقتی که طرف نماز صبح حرکت میکنه، این خانم برای ابو طلحه میگه، خانم ابو طلحه به ابو طلحه میگه اگر کسی به تو امانت بده و یک امانت را پس بگیره، آیا تو منع میکنی که امانت را نپردازی؟ گفت هرگز چنین نیست. کسی که امانت به من سپرد هر وقت بخواهم میدمش. میگه الله متعال موتور یک فرزند داده بود، از موتور گرفته. گفت چی میگی؟ گفت او رو گرفته، من دیشب تو رو خبر نکردم و رفت از این دنیا. یک پسرک بود رفت. حالت را که میبینه میره طرف نماز فجر یا نماز صبح، نماز رو میخونه، پشت پیامبر استاد میشه. پیامبر امی حالت را از ابو طلحه میشنه. ابو طلحه قسم میکنه به پیامبر که من تو حالت شد، مسافرت رفته بودم، برگشتم و همسر ما با ما هم بستر شد، بهترین آرایش رو کرده بود، اصلا چهره یعنی غم دیده در چهرهش دیده نمیشد. گفتی حالت را من دیدم. گفت خداوند در شبتون برکت بیاندازه. یکی از صحابه نقل میکنه، میگه از این مادر و از این پدر در آینده ها 9 حافظ قرآن، 9 پسر، 9 بچه که همیشه حافظ قرآن هست تولد شد. رسول الله دعا کرده بود که خداوند در این شبتون برکت بیاندازه. یک طفل را از دست داده، عوضه الله خیرا منه، بهتر از او، بهترش چی است؟ 9 طفل
و هر نوعش حافظ قرآن کریم. عوضه الله خیرا من.